از پی غم و تشویش چسب و تلاش های روزگار و زندگی خویش را سپاریم. از کوچه و خیابان های شهر بی تفاوت و بی پروا پهلوی همدیگر میگذاریم. یکی به امید یک بریده نان روی دسترخوان به کارگاه شتابد، باری غم و مهنت بکشد. دیگری در تلاش ثروت و دولت فزونتری دو تاست اختیار نموده است. یکی بیچاره و ناتوان، دل شکسته و پریشان. سومی در مسند بخت و طالع بلند بیخبر از رنج و زحمت، غم و حسرت دیگران است. دردی جان که بیماری پدید آید، بیچاره و سرمتمند، ناتوان و نیرومند در مقابل آن عاجز بمانند. آن لحظه و دقیقه عمر همگان قدر و منزلت جسم و تن سالم بدانند. پیش طبیبان حاذق نجات بخش تن و جان خویش سری تعظیم فرود آورند. ملا ظهور طاهری، طبیب روحشناس، در کسب و هنر خویش به اوج کمالات رسیده میان مردم چون شفاکاری بسا مقتدر اعتراف شده است. عده‌ای از بینندگان او را توسط برنامه‌های تلویزیون شناسند، عده دیگر هنر و استعداد نجیبش را در وجود خویش بواسطه احساس نمودند. گروه ایجادی تلویزیون در جشن مبارک و زادروز این فرد نکونام سرور شرکت طبی سینا شرکت ورزیده این لحظه ها را به نوار برداشت. بیایید پیش از همه اندیشه و دعای پیری خرد را درباره ملا ظهور طاهری بشنویم. خصوصیت های ملا ظهور بهترینش همین که یکم خاکسار بچه، دوم یک گپ میفهمیدگی پس بلند دنیای میدونه، سوم اینکه چی مرتبه که دارن، چی حالت رزقش فراق، چهارم دلش کلون، چیزی که در دل گردونه همون خداوندی اراده میکنه. آره، مهر و صمیمیت پیری 86 ساله نشان رابطه و پیوند مقدس پیران خردمند و جوانان هنرمند است. خب بشنویم طبیبان همکسب چی میگویند. طبیب روحشناس انور اسام‌الدینов. یک آدمی بزرگ میگوید که من اگر وقتی آدمی بزرگ را بینم با زانو می‌نشینم و اگر شخصی را که دانا باشد با نزد وی راست میست تعظیم میکنم که در این شخص هم دل بزرگ هست هم دانش به حد کلان. برای همین شخص همین روز جمع شدن مردم تاجیک بسیار هم سری وقت است و اگر من خطا نمیکنم اگر گویم که همین روز همان شخصانی که از دست سبک این کس شفا یافتند به این خرسندی آن کس شریک هستند و اگر همه مردم تاجیک دست به بالا کرده و طبیعت دعا گوییم این کس خدایا خداوندو به 1000 سال رسند. طبابت روح و قلب بیمار تا به امروز نه هر شفاکار را نصیب گردد. طب معاصر که سالهای طولانی رابطه جسم و روح را انکار می نمود، تنها سالهای آخر موقع و مقام روح آدمی را به مد اول گذاشت. سرور شرکت طبی سینا ملا ظهور طاهری از قبیل نخستین طبیبانی است که به تقاضای استعداد و هنر خدادادش پیش از همه طبابت روح و قلب بیمار را به عهده گرفته است. هزاران هزار بیمارانی که از درد و رنج جانکاه رها یافتند او را نجات بخش خود می شمارند. شرکت طبی سینا طول موجودیت خویش کارهای بسا نجیب را به انجام رسانید. مجله شفا محض توسط چسب و تلاش
تشبوس این مرد فداکار روی نشر آمده چند شماره آن دسترسی خوانندگان گردیده است. بله، همون مقاله ها آماده شده است. از جمله ما در خلوتگاه ادب که یک بخش خلوتگاه ادب داریم، شعرهای سیمین بهبهانی رو برای خوانندگان پیشکش می‌کنیم. مقاله های همیشه معلم خواندگی بله. ما خواندیم یکی یک ارات است. ارات میگه که این چاپش بسیار خطا. پر خطا و پرتاب طرفداری کار دیواری سیپاره نشود. یک ماشین است که اون درست خیلی معلم مسئله ما گفتیم جدی. چند تا مقاله چاپ کردگی چقدر خطا چقدر چی بگی که وقت صرف میشد مثلا نامزد فنهای تیپ محرری علمی مجله شفا محمد جان یعقوبویچ رسولوف در آغاز تأسیس مجله شرکت ورزیده ثباتکاری و کاردانی ملا ظهور طاهری را خوب مشاهده کردند. مؤلف فرهنگی بسا مکمل ساحه تیپ که از 5 جلد عبارت است، ضرورت تأسیس مجله را درک نموده بارها در این کار خیر سعی و کوشش به خرج داده است. خدمت بر نکنه لیکن برای صفت برنامه خودشون رو وابسته کنیم چی پیش از همه یک خصلت عجایب این همین که هیچ کس را مثلا آزار نمیدید، هیچ کس به سخت نمیرسد. این خودش یک جهان، همچون پزشک، همچون دکتر، صفت نیکترین انسان به تیپ بخشیده شده، همین صفت خوشگویی و نیکرفتاری و نکوکاری. خصلت دیومی ملا ظهور همین که بسیار آدم سیر غیرت علاو میگم، این خلق میگه علاو بر این میگه، همه میخواهد که با تمام وجود به خلق خدمت کند و همین نفوذ خودش را گسترش کند. در ایامی که وضع ناگوار اقتصادی جمهوری همگان را به تشویش آورده، نشر مجله و روزنامه ها را دشوار نموده است، تشبوس ملا ظهور طاهری همگان را در حیرت گذاشت. شاعری شناخته تاجیک قطب کرام درباره مرتبه و مقام بلند طبیب حاذق، مرد فداکار میان مخلصان و دلباختگان فضل و هنر چنین میگوید: یکی از دکترها، یکی از دکتران حاذق. من با این که همکاری زیاد ندارم، وقتی که ما در حق تورل احراری، یکی از شاعران شهید، کتاب نوشتیم و همین کتاب را شرکت سینا با نام قطع تورل برآورد و همین کتاب قریب در نصف سرزمین تاجیکستان پخش شده است و هنوز هم قسم‌های جنوب از این کتاب بهره‌ورد شدند و هر روز من هزارها مکتوب میگیرم و طفیل همین شرکت سینا که مردم دست به دست این کتاب را خوانده ایستادند و من امیدوارم که نه تنها کتاب من بلکه کتاب‌های زیادی که در خصوص تیپ، در خصوص قسمت شاعران، قسمت عالمان، قسمت طبیبان هست، این شرکت به طعم میرساند و مردم را برای راستی و صداقت هدایت میکند. آره، دایره شوق و هوس، میل و رغبت ملا ظهور طاهری بسا حیرت انگیز است. شعر و شاعری، سرود و موسیقی جزئی مهمی کار و روزگار او به شمار می رود. زیرا طبیب روحشناس توسط سرود و نوای دلانگیز از تن و جان انسان رنج و درد جانکاه را
ناپدید می‌گرداند. شرکت تیبی سینا یکی از نخستین شرکت‌های تجارتی در ساحه تیب به شمار می‌رود. شرکت طول موجودیت خویش طفیل کاردانی و استعداد ناتکراری مولا ظهور طاهری دایره فعالیت و خدمت رسانی را به مردم وسیع‌تر نمود. جمع‌آوری و تیار نمودن گیاه‌های شفابخش و داروها که در کوهستان تاجیک می‌روند جزئی مهم کار و فعالیت کارمندان شرکت دانسته می‌شود. مرد فداکار، طبیب حاذق در همه لحظه‌های عمر درد و رنج بیمار را پیش نظر می‌آورد. از این رو در احاطه اهل خانواده نیز به خاطر دردمند رنجور کاری و عملی را به انجام می‌رساند. دارو و درمان برای بیماران مهیا می‌کند. من چنانه که شما در اینجا دیدید در کتاب بیرونی هم گفته شده است درباره تیار نمودن داروها از جسم‌های طبیعت. مثلا همین کرمیلای خوراک که ما حاضر در جاهای سرنم پیدا میشد جدا کرده گرفتیم دارو تیار کردم. من الکی اینو در چندین بیمارها مشاهده کرده بودم. آدمایی که با کسله‌های سرطان، مثلا کسله‌های رگ جگر، رگ معده، روده، ما همین استفاده بردیم. همون دردی که اونها درد زیاد میکرد و به واسطه اکول‌های درد کم میکردگی مثلا برالگین، آنالگین، مورفین میکردن، از همین دست کشیدن. و خصوصیت دیگرش در اینجا نوشته شده است که برای تبابت کسله‌های علت گرده، گزک گرده گوییم واسپالینی، همین استفاده بردن ممکن است. در آمیخته با دیگر جاها اینجا چنانه که دیدید من این ریش جوار مکه هم برای بهتر کردن کار جگر هست. از این چوب هم تیار کرده میگیرن. من این برگ آلوی ما در اینجا استفاده میبریم. آلوی مثلا اکول آلوی هست، این هم تو جبیده گیرنده هم بسیار گزک ها استفاده میبرن. گزکی مثلا بچه‌دان با گزاری میده، روده، دیگر چیزها همین در نتیجه فقط آمیخته کرده ما از این دارو تیار میکنیم. من در اینجا کرمی لای خوراک از سپرت استفاده شده است. در اساس من همین طب قدیمه ما این چیزا استفاده برده شدیم. ما از همین فرصت استفاده برده میخواستم که در نزد وزارت تندرستی کمیته فارماکولوژی داروبراری تشکیل شدگی همونها همین ماه دستگیری کنن و همین کرم‌های یک بار ترکیب شیمیاییش آموزن که چیا داره. از همین کرم‌ها در چه خیلی آموختگی ما داروها تیار کرده میتونیم که این هم برای رونق و رواج علم طب در تاجیکستان یک بهبودی می شود. چون که ما امروز از بسیار مملکت‌های خارجی با نرخ گران دارو خرید استادیم و 2 ماه پیشتر من در ولایت فرغانه بودم. وقتی که در آنجا با علم طب خلق سر کاردار شدم به من از شعبه نگهداری ولایت گفتن که ما مخصوص شعبه طبی مردمی داریم. در اونجا سالیجان طاهر دیگه یک پروفسور هستن، همین راهبری میکنن. نزد همه آدم رفته من گفته شنود کنید آینده یک دیگر کتر مناسبت کنیم. مثلا در ما گیاهای شفابخش بسیار هست، با آنها مثلا ما میتونیم گیاهای شفابخش داده در امروز که خواجه خلق ما با بنزین سلیرکه نمیرسد همین گرفته دادن ممکن است. اگر اینجا بنا حکومت ما با کمک کند، یاردم کند، ما همین چیزا جابجا بیاریم، هم مناسبت های دوستی بهتر میشد، هم بیمارا کمتر میشن، هم آنچه که در طبیعت خدا داده است ما به استفاده بردن نمیتونیم. مردم همین فهمیده خودش توابت کرده گشتن میگیرد. ما در مجالس در صحیفه های مجالس شفا کوشش میکنیم که اصلا یک صحیفه داریم طب مردمی در اونجا طرز گیاهای استفاده بری آنها نشان دهیم. مولا ظهور طاهری توسط کتاب‌ها، تجربه و دانش و تجربه خویش را دسترسی خوانندگان می‌نماید. او درباره بیماری‌هایی که بیش از همه انسانیت را به تشویش آوردند در صحیفه‌های روزنامه و مجله‌های جمهوری مقاله‌های زیادی به چاپ حاضر کرده است. مادر در نهاد فرزند صفت‌های حمیده انسانی، آدم و آدمگری، رحم و شفقت را به درد و رنج انسان پروریده تا به امروز
استاد نخستین و مصلحتگری به همتای او دانسته می شود. ملا ظهور طاهری به تقاضای دور و زمان در ساحه تجارت نیرو و استعداد کامل خویش را ظاهر نموده است. یکی از شعبه های شرکت طبی سینا که در شهر مسکو فعالیت دارد آبرو و اعتبار آن را گواه است. با چنین استعداد و هنر خداوندی شبهه نیست که ملا ظهور طاهری زبان هر شکوفه و سبزه، درختی و نونهال، شرشره و آبشاری بداند. آخر طبابت روح انسان که در تفاوت از جسم و جان ناعیان و ناپدید است، کاری است بسا سخت و سنگین و نه هر شفاکار را نصیب گردد. قریب من کوشش میکنم که اگر هیچ نباشد هفته یک دو مرتبه پیوسته با طبیعت یک جای باشم، در گفتگو باشم، چون که هر یک گل، هر یک درخت، هر یک شرشره آب، همون شپرک پریدنش، این یک انسان که گویا یک مناسبت دارد. برای من بسیار وقتها پیوسته به جمع‌آوری گیاها مشغول میشم. از آن جمله قریب اکثریت خویش و تبار من که در ناحیه عینی هستند، من از آن جمله مادرم در دوره همون رویدن گیاها، بسیار گیاها مثلا در اولی بهار جمع آوری کردن در کار، بعضی و در فصل تیرماه در تابستان از روی کتاب‌های مخصوص آنها با من توصیه داده که ویا جمع آوری میکنن. اکنون درباره گیاها باشد، در اینجا در بین مردم با زبان روسی اینا پدروژنیک، برگ زلف میگویند که برگ زلف مثلا برای بیماری‌های زخم معده استفاده میبرند. اولی سینا برای بیماری‌های هر گونه یاره ها، اگر یگان جای انسان یاره شده ماند، یگان زخم شود، به واسطه اینا شسته در همونجا میمونند، تیز خونروی و اما یاره نیست میشد. برای بیماری‌های چشم، بعضا چشم‌ها گزک پیدا میکند، سوخت میشد، همین استفاده میبرند. چون که در ترکیب هر یک گیاه هم همون الیمنت‌هایی که در ترکیب ارگانیسم هست. ما میتوانیم که با طبیعت مناسبت کنیم. من در سیستم یاکا چنانه که میگویند که ما باید که گوشت عموما چیز حیوانی کمتر استفاده بریم، بسیارتر از گیاها استفاده بریم. در همان صورت اینجا یک چیز من گفتنی هستم که چنانه که یاکا توصیه میکنن که برای چی انسان یک نمودی حیوانی بعضا مبادل میشده، من همین جنگ و واقعه‌های یکدیگر ناخوشی رو میتد، آنچه که ما از همون حیوان مثلا گوشت گاو استعمال میکنیم، همون ذره‌های الیمنت‌های گاو ما میگذرن. گوسفند گویم همون چیز است. اگر طبیعت باریم باشد، ما دائم طبیعت باشیم، دائم همین شکوفان هستیم، روی ما جلو داده میستد. مثلا ما آدم وقتی مناسبتی نظم میکنیم، چخیلی که گل و نظم نگاه میکنیم، در اینجا هم همین پیدا میشه. من برای همین اون گروه آدمایی هستن که عموما محصولات گوشته استفاده نمیبرن. همونا هم چطوره که ما عمر میبینیم، مثلا 80 90 100 سال همون قدر عمر میبینن. هر یک انسان پیش از همه برای خود و طبیب هست و طبابتگری ما این طبیعت است. ما که از طبیعت دور شدیم، تیز بیماری ها با گرفتار شده میستیم و باید در پروگرام نگهداری تندرستی در آینده همین جاری کرده شود که و آدم خواهد نخواهد هفته باید از طرف کارخانه و یا شرطاً مثلا پیشتر زونه های استراحتی بود، همونجا و همون آدمای برن همونجا با خوش. من یک دوره ها کروس بود، آدما برامده همین طرف کوپاره ها میرفتن، گروه شده. من همین بیواسطه یک طرز طبابت است. شرط نه که ما اینجا اوکال گیریم یا که مثلا داروهای بسیار را استعمال کنیم و همین با طبیعت که مناسبت کردیم تمام دردهای ما نشده رفتن میگیره. آره، موج ذوق، موج ایجادکاری های بلند در همه کار و عمل نیک، طبیبی روحشناس را یاور و مددگار است. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. ناز هستی؟ ما خدا شکر ناز بید مرحبا چینه؟ میبخشی.
درست هستی؟ تو بگم میانه کچ خیلی؟ دختر کو نشده شما مرحمت شدید ناز خدا شکر میان ناز همه سلامتی ناز درست ناز ها؟ رحمت همه جورش یعنی بر مرحمت کنی با گزارش ما گفتن یک چند ماه پیش که تو تمام اکو تیاریه بینیم نه خدا نشان خدا داد را شکرش خدا را از مرحمت مرحمت تو این چه شد که تو تباودی افتی؟ خیر من آسان روهاش آسان خدای در حقیقت برادر باوری هم نمیاد یه من اینجا بودی سروا کرده شدیم لینجا کویش سوپ سرخک توبه اما نه خلاصا من خیلی سعی یافتم برادری عزیز در حقیقت تو در یادت است که های مزه نبود درست گرد میان از آب میدود یک بخته شده آه بود تمام گفتن که تو تمام اکو نه ها همین شرایط بعد من معلوم همه بسیار قینی کشیدیم از آب کشیدیم بعد یک برادر یک سروغی داد گفت که همونجا میره توبت میوگه بسیار دور نبود همین شهر خودمون بود همین باغی مرکزی استراحتی خودمون است در درونی باغ در یک کورپوس رفتیم همین خیلی روزه اول اگر از آب کشیدم با یک از آب رفتم خواهی کن خلاصه من همین خیلی برادری عزیز همین در 40 دقیقه سیب سیاد شده بر آمدیم خودی ارزال شوارزنگر من مثل پیشتران نه زو ها یک جای دیگر میرفتی کجا یک جای دیگر خب باید تست چخیل من کساد دار خا لبی گور بودمه لبی گور بودم امیدم از دنیا کن تمام داروهای روی زمین خوردم خب تبابت نیفتیم یک بلچه گرفتیم روغن کرده تیار کردیم گفتیم تمام که گورمون خودمون میکنیم پیشکیه خودمون از خودمون سبب گیریم داد سبب گیریم داد که امید نیست به زندگی هم تو مرکز با گشتم بنا خواست بینم بر شفا پیش از همین دنیا گذاشتم رفته یک مردنی با نوشم عرق زنی در آمده خواهی چکار میگیم خیر بر بدرم خب گفتم افا
همون بری شفا فهمیده؟ ای برادری عزیز و برای شفا با هیچ چیز نه خلاصه بعدی مساج بر اومدن راستی گپ کمتر با سرم در میکرد ده چند سال سر درد نمیدونم اکنون از باد و هوا از چی که خلاصه گپ باز در همون خودی بینا انا نزد کابینتی همون مساج باز یک کابینتی دیگه کابینتی گیپنوتراپی گیپنوز بعد با گیپنوز در اومدم 20 سال دکتری عجایب 20 سال دکتری دانشمند 20 سال دکتری که دستش یک بیاتو که عجایب داشته است گفتم دکتر مزه نیست من نه از مساج برو اومدم خدا رو شکر صحت سلامت و اکنون همین با دردی سر شدیم مرهم شنید گفت خیلی آدم بسیار بود که در حقیقت آدم بسیار خوشمندان بسیار سب بعد گیپنوز نه برایم همین دردی سرم گم شد در 6 ثانیه باور کنید دردی سرم گم شد بعد با وقتی رفتن میانه چکل شد میانم نه درست شدن؟ بعدی مساج میان نه باور کردین؟ خلاصه جا دیدی که با گپ و با چشم میان شکستگی تبابت کنن و سری دردناکه یه توبه باور نمیکنه اصول چی دروغت رفته با آب بود فهمیدی؟ ای کارخانه زور ای برادر اصول تبابت انا میخلی میلیون کارخانه زور بری شفا ای برای شفای ما گوش کن این کارخانه زوریش من با مجله های نفت میبرن دیدی نه چی نمیشه این مجله شفا شفا دستور همون هم بری شفا ما همین نمیبرن همون این نمیبرن ای برادر بیا شفا نمیشته خب برادر او یک دقیقه استید خوش من نفهمیدم که شما تو این درجه بلندی بعد میره این بحثی شما همش یک معنی داره گپا خب اون جایی که شما رفتید این قسم رفتن این همش یک کارخانه چه؟ هر دویش هم یک کارخانه همین مونه شرکت تی بی سینو همش داره همون یک برای شفا دیرکترش هم یک کس دیرکترش هم یک است و همون کس منوظهور طاهری اما طبیب مونش میدونجا میدونی خواستیم که گفتن همین یک معرکه میشود خواستیم اومده یک میناداری خود رو بیان کنیم با استو یک سالگی همین شرکت تیبا و شرکت تی بی سینو خب و زاد روزی راهبری همین کارخانه منوظهور طاهری میباشد
شینا بهار از من باشی. آیا شما پس از چنین اثبات و دلیل‌های زیاد و سخن‌های بسیار صمیمانه مردمان زیادی در حق شما هنوز هم دعوا میکنید که کاری نکرده اید؟ البته من حال کاری نکردم و ما اینجا مقصدهای زیادی دارم و کوشش میکنم که با دستگیری مردم خلق آنها عملی گردن. از آن جمله تشکیل نمودن یک توابت خانه که با سرود و موسیقی با هر گونه رسم و گیاها تشکیل کرده شود. دیگرش بعضی رسم و آیین‌هایی که در بین مردمی ما هست، از آن جمله گوییم عنعنه‌هایی که در همون توی‌ها در طرف‌های شب خوراک‌های زیاد میکنن که این بی‌واسطه به ارگانیسم ضرر دارد و چیز دیگر که در خراجات زیاد میشد. در روزهای مرده و دیگر چیزها یک فکر و اندیشه‌های خود کتاب‌ها نوشتم که آنها پیشکش خوانندگان گردن. در همان صورت من کمی خود را قناعتمند حساب میکنم. به شما برای کار میخواهیم راه سفید در زندگی و در فعالیت کاریتان. سلامت باشید. به شما هم اینچنین. بگذار آسمان تاجیکستان هم وقت صاف و بی‌غبار باشد و مردم آن هم وقت در چهره‌هاشان تبسم پیدا باشد. زمانی که یکی را حرص و طمع، خودبینی و خودفریبی به کام نیستی و فنا میکشد، دیگری جسم و جانی را نجات بخشد. لحظه ای که ناکسی بیگناهی را رشته عمر میکند، نکوکاری همچون ملا ظهور طاهری دردی چانکاه از تنی آزرده و ناتوان بیرون نماید. در جشن مبارکی زادروز پیری 86 ساله از درگاه ایزدی پاک فیض و برکت بقای عمر انسانی نکوکار را طلبید. بیایید همگان دست به دعا کشاییم تا سرشتی پاک و همتی بلند، نوری خرد در فضای زندگی و روزگار جوانمردی سعادتمند ملا ظهور طاهری جلو و درخش بیشتری را پدید آورد.